متاسفانه دیگه کاری برای شما تو این وقت بفرمایید. من از فرم با خودم از امیدوارم تو خودت زندگی موفق‌تر بشی. اگر دیگه دوستات فراموش نکنی. فکرشو نکن. این دختری که من می‌بینم راه شده. اون الان تو جایی کنه. حواست دارم شما دیگه. از کنمیدی دارم میاد. باید دلم نمی‌خواد تو کافه شاهین کار کنم. مادرم گفت اونجا محل مناسبی نیست. همه جا همچین از پاکی و نجابت خریجا نداری. درسته؟ برو خودی که برای چندین ورزش کن.